سلام آجی. سلام علیکم. داشتم آجی با او هستی باشم ایده آقا برای من میتونی بردی یه شیشه آقا بیاره ببخش آجی با خواهش میکنم. پسر دوستمه، پسر خوبیه، کمک میکنه به من. پسر خودم 12 سالش. خدا حفظش کنه. سلامت باشی. انشالله سایتون بالا سرش سلامت باشی آجی. چه فایده، چه سایه‌ای، چه آجی. چرا اسم پدر هر موقع اسم پدر میاد مثل همیشه که دور بر نباشد بشنم یه دل سیرگیر بکن. چقدر پدرم آقا بود، چقدر با محبت بود، چقدر دوست داشت. خدا رحمتش کنه آجی با خدا حافظانشون ببینم. سلامت باش. حالا این تا بزرگ شه بفهمه فوتبالیسته، به من میگه بابا کاش مثلا سالم بودی مثل قبل با من فوتبال بازی میکردی. علاقه به آره فوتبال داره. خیلی آره خوبه. آره یک سال آجی اینجوری شدم، سکته کردم تو خواب. فشارت بالا بود. نمیدونم فشار نداشتم اصلا، نمیدونم. آره پسر خوب مؤدب آقا، آفرین. پسر خوبیه. آفرین. آره گفت بابا نه دنبالم مدرسه من یه استاپ میگیرم، استاپیه میاد منو میبره، بقیه لغو میکنم اون منو میبره. آدم خوبیه، میاد چرا کمک میکنه. میرم دنبالش، استاپ رفتم یه بار دنبالش، من دوستش منو دیده بود، بعد گفت بابا نه دنبالم برم. گفت چرا؟ گفت سخته تو اینا. نه گفت مامان میاد دنبالم. خجالت میکشه دیگه. خوب بچه هست. آره یعنی 12 سال واقعا شما انتظار داشته باشین که دنیا رو اونطوری که حقیقت و ماجراش هست بتونه تشخیص بده، نمیشه. اون الان یه نوجوان کوچولوه که تمام عشقش همون فوتباله که می‌بینه. آره ما الان دنیا رو فقط تو اون خلاصه فوتبال. بله. ولی قطعا حاجی من الان خودم یاد پدرم افتادم. پدرم خیلی آدم خوبی بود، زحمتکش، خوب. آب پیدا نکردی؟ نه اینجا آب سرکن چیزی نبود، باید بریم اون بر آب اینجا هست؟ الان بریم. دو ظرف داری؟ الان آره بریم برگردم تو ماشین ظرف بیارم. الان بریم الان بریم برش کن. نه آقا. یه دقیقه وایسا، دست در نکن. ماشاءالله. خدا حفظت کنه. ببین حرف نداری، هم خوشتیپی، هم با پسر اخلاقی، آقا هم هیکل 20 بزرگانیم لطف داریم. آفرین. سلامت و در ازای این داستان خیلی خداوند پسر خوبیه. آره خودش خداوند چیزی بکنه. پزشکی میخونه خودش، خیلی باریکلا. آقاست. آره بابا. باریکلا. آره خدا کوچولو حفظت کنه. اینقدر بود. آره بزرگ شده آفرین. ماشاءالله، بزرگ شده. انشالله سایه پدر مادر برو سرت خیلی باشه. ممنون از لطفتون آره. بزرگوار. خدا حفظش کنه، واقعا پسر خوبه، آره. همیشه منو کمک میکنه. آقا وظیفه هست انجام انشالله یه روز بتونیم جبران کنیم زحماتش. چه حرفی.